سلام بچه‌ها، بریم اینا رو با هم آنباکس کنیم. جعبه اول از روی اندازه و وزنش دقیقاً میدونم چیه، میتونم حدس بزنم ولی میخوام باز کنم با هم ببینیم. و اینکه دوست خوب و همراه همیشگیم هویج که اینجاست برای آنباکس کردن، همیشه دم دستم میاد کمکم میکنه، خیلی ازش ممنونم. هویج، امیدوارم بشنوی زین سخنانم را. اینا چیه؟ امیدوارم خراب نشده باشه. نه آبه. خیلی خوشگله، واقعا خوشگله. اینه اسپیکر انکر، یه اسپیکر کوچولو دم دستی و آی پی 67 کاملا ضد آب. خیلی دوست داشتم یه اسپیکر داشته باشم و بخاطر همین اینو انتخاب کردم، چون اگه قبلا ویدیوامو دیده باشی من برند انکر رو خیلی دوست دارم، هم هندزفری هم کابلاش، هم کلا برند خوبیه، یعنی دوستش دارم و آره چیزاشو میگیرم. این از بسته بندی که این حالته، برم بازش کنم ببینم چیا داره. از جعبه بیارمش بیرون دقیقاً جلو شما که ببینیدش. بیا بیرون، نیفتی فقط افتاد، امیدوارم چیزی نشکسته باشه، حالا خوب خودش نیفتاد. این از خود کار، برم اونو بیارم. کامان یکی نیست بگه مکس بذار 2 دقیقه برسه بعد بزن خرابش کن، ولی خوبه. چیزایی که توش داره، یه دفترچه است که یه چسبولکی دورش پیچوندن. اوکی، این دفترچشه که قطعا چیزای مهمی توشه ولی ما نمیخونیم، چون نمیدونم هیچ وقت هیچ کس نمیخونه، منم حوصله ندارم واقعا بخونم، چون مشخصه دقیقاً یه اسپیکر چیکار میکنه، صدا پخش میکنه دیگه. یه کابل شارژ داره که تایپ سیه و خود کار. بریم جعبه بعدی. جعبه بعدی خداست، یعنی من قبلا هم اشاره کردم توی ویدیوام که من عاشق چیزای نوستالژی ام، یعنی چیزای نوستالژی قدیمی خیلی دوست دارم و یکی از نوستالژی ترین چیزایی که وجود داره و من حالا این تایم جنگ بهونه‌ای شد که اصلا به فکرش بیفتم و این حالت شد که اوکی من چرا اینو ندارم تا الان، اون چیزی نیست جز رادیو. بله، من تا حالا رادیو نداشتم ولی خیلی کنجکاو بودم ببینم رادیو چطوری کار میکنه، اصلا چیا پخش میکنه داخلش. خب و یه دونه رادیو هم گرفتم، این که روی کاره، الان بازش میکنم براتون، دقیقاً عین عکسشه و واقعا همون شکلیه و این حالتی که سبک قدیمیشو داره. بذارین بهتون نشون بدم. تدا، این دقیقاً سبک قدیمی، دقیقاً همون عکسی که تو سایت بود، اندازش هم خیلی بامزه و کوچولو و جمع و جوره. یه دسته داره اینجا و آنتن معروف رادیو و اینکه خیلی خوبه، واقعا دوستش دارم. و اینکه میدونم الان خودم واقعا وسوسه شدم ببینم چطوری کار میکنه، حالا که دارم آنباکس میکنم و روشنش هم بکنم ببینیم واقعا چطور کار میکنه. حالا اگه ویدیوی آنباکس قبل و قبل‌تر از اون رو دیده باشید میدونید که من اینا رو گرفتم. خب حالا اینا چیکار میکنن؟ حالا صرفا اگه ندیده باشین ویدیو رو براتون توضیح میدم که بدونید چیکار میکنن. این باتری، این رادیو پشت سرش 2 تا جا باتری داره که کابل برق، خوبه برقم کار میکنه. این هم قیمت خود رادیو هم باتریاش، به خاطر همون من این باتری کوچولو گرفتم که میندازم داخل این و میشه باتری بزرگ. و اینکه الان باتری معمولی مو میندازم داخلش و اینکه عزیزم کار کن. فکر نکنم واقعا بتونم بندازم. یه دونه این ویدیوی A few moments later نگاه کنید که من اینو درست کنم. A few moments later. اینم از این. خب بچه الان باتری داره، آنتن باز. چجوری کار میکنه؟ خب موج AM مثلا، این چطوری کار میکنی تو؟ بچه مثلا بلد نیستم رادیو چجوری کار میکنه، یکی کمکم کنه. این خب چجوری باید کار کنی؟ خب بچه رسما رفت تو پاچم و اینکه کار نمیکنه. anyway اگه تونستم روش بندازم حتما تو آخر ویدیو میذارم براتون. بزرگه ولی باطنش هیچی نیست رسما. من یکم میرم عقب تا این صدامم شاید نرسه براتون، ولی ببینید.
خب بچه اینه، اگه براتون سوال شده، این یه کتابخونه رومیزی کوچولو و خیلی خوشگله، رنگ مشکیه که سفارش دادم. و اینکه به چه دردی میخوره، حالا اگه براتون سواله، این میره گوشه میزم و اینکه اون گوشه کتابایی که خیلی استفاده میکنم و دم دستی رو میذارم اونجا که سریع بتونم بردارم بذارم. بابا بی خیال تکنولوژی ها، یعنی اصلا واقعا باورم نمیشه رادیوی 50 سال 100 سال پیش کابل تایپ سی داره برای خودش که خوبه. اینم خود رادیو که تدا خیلی خوشگله، واقعا دوستش دارم. اینم باورم نمیشه روشن میشه، ببینید خودش باتری داره یعنی روش، باورم نمیشه. نه به اون قبلی که اصلا کار نکرد، نه به این که او ایول روش باتری شارژی داره اینها و 2 تا باتری دیگه هم میخوره این اون یکی. این خیلی رادیوی بهتریه، چرا از اول اینو پیدا نکردم من؟ اصلا کار میکنه. حالا که دارم ویدیو میگیرم روشن بندازم، خیلی دوستش دارم. چطوری بسته میشی تو عزیزم؟ ببینم. Bluetooth mode. What the hell، رادیو مگه بلوتوث باید داشته؟ یعنی چی؟ Bluetooth mode. آنتنشو وا کنم. خلاصه که کار میکنه، باحاله، دوستش داشتم. زمین یه جای کابل سیلیکونیه، بعد اینطوری میچسبوندش گوشه میزتون، چسب داره پشتش، بعد کابلاتون اینطوری آویزون میکنید ازش که اینقدر نریزن، گم و گور بشن. چیز دوم چی میتونه باشه واقعا یادم نیست، یعنی یکم سفارشا انقدر تحویلشون طولانی شده واقعا یادم نمیمونه چی بودن چی و نیستن و فلان. ببینم. وای این خیلی خفنه، وای گاد خیلی خودم ذوقشو داشتم. یعنی خب قبلی که نشونش بدم یه توضیح بدم. من خیلی بورد گیم دوست دارم ولی هیچ وقت بورد گیم نداشتم، یه بورد گیم واقعی خفنه، اونه که باکس دارن، جعبه و کارت، حس خیلی خوبی بهم میده. و میمچی اولین بورد گیم من که خیلی دوستش دارم، اینو به محض اینکه دیدم خریدم، چون خیلی میم فنم. و این هم ظاهرا بازیش اینطوریه، کارت موقعیت میده، بعد مناسب اون موقعیت بعد عکس میمایی که داخلشه رو بذاری. و این بازی ظاهرا برای اینکه بازیش بکنی 3 تا 8 نفر باید باشین و فعلا که من فقط 1 نفر هم، کسی هم نیست باش بازی کنم. ولی به محض اینکه کسی رو پیدا کردم، یعنی 2 نفر حداقل 2 نفر دیگر پیدا کردم که بتونیم باش بازی بکنیم، حتما یه ویدیو از بازیش میگیرم چون خیلی قشنگه و خودم خیلی دوستش دارم. بریم چیز بعدی. بچه‌هایی که چنل رو دنبال میکنن اینو فکر کنم دیده باشن تو ویدیو قبلی، ولی دقیقاً این نبوده. یه ساعت گرفتم که ساعت اشتباهی برام فرستادن و دوباره سفارشش دادم و این سری امیدوارم که ساعت درسته رو برام فرستاده باشن. یه این کابلا داره که با برق احتمالاً 5 ولتی میشه روشنش کرد. مغازه کارتشو گذاشته. این خود ساعت ببینم دیگه چی داره. یه دفترچه و اینکه باکسش که خیلی بامزه و باحال، این کارتونای معمولیه و یه طرح ساده ساعت هم روش کشیدم. من اینجور باکس خوشم میاد. دفترچهش ببینم چی داره. این دفترچه نیست، کاتالوگ‌توره. اوکی، یاد داده چجوری ساعت رو تنظیم کنم و اینا. و خود ساعت جیجینگ پشتشه اینها. و این فکر کنم دقیقا همونیه که میخواستم، اگه دوباره رنگ صفحش عوض نشه، چون من چیزی که میخواستم ساعت مشکی بود با رنگای سفید اینجا که ساعت رو نشون بده، ولی اونی که قبلی رو برای من فرستادن حالت RGB تور بود، یعنی رنگ و رنگ بود که دوست نداشتم. و بخش خفن کار چه سفته،
خیلی سفته ولی یکی از لذت بخشترین کارا تو کل دنیاست. بریم چیز سوم، یعنی همینطور که جلو میریم من ذوق و شوق بیشتری دارم برای چیزایی که گرفتم. یه پاور بانک از برند شیائومی. حالا قضیه من با برند شیائومی چیه؟ من شیائومی باز چطور بگم، فن شیائومی یه جورایی هستم یه جورایی هم نیستم، چون از خیلی خیلی قبل‌تر از سامسونگ استفاده میکردم دیگه به گوش شیائومی عادت ندارم، به خاطر همین هیچ وقت گوش شیائومی نمیگیرم. ولی به جز گوشی شیائومی گجت‌های خیلی خفن دیگه تولید میکنه و من گجت‌های دیگه‌ای که تولید میکنه رو خیلی دوست دارم. مثلا لامپ هوشمند تولید میکنه، دماسنج، رطوبت سنج، چراغ‌خواب و چیزهای خیلی خفن. و پاور بانک شیائومی یکی از اون چیزاست که خیلی دوستش دارم، چون واقعا طراحی قشنگ و جالبی میزنه براش و اولین بارم هم هست که پاور بانک خریدم. هیچ وقت پاور بانک لازم نشده بود برام و الان این حالت شدم که خب یه دونش اگه باشه اوکی دیگه، مثلا برق میره و از وقت برق نیست و اینا خیلی کاربردیه، مثلا تابستون زیاد برق میره. به اینجاش هم فکر کردن واقعا که اینطوری کشیده میشه بیرون و شاید باورتون نشه ولی این بخش به خاطر کابلش خالیه و آره فکر کنم چیزای خفنی بیشتری توش قرار باشه ولی نه، ظاهرا فقط پاور بانکه. دفترچه توضیحات این چیه؟ چرا شیائومی استیکر نمیذاره؟ من استیکر خیلی دوست دارم. همچنان دفترچه توضیحات اینم جعبش هیچی نیست و خود پاور بانک که اصلا از شیائومی چیزا که میسازه کیفیت میباره رسما. من انقدر دوست دارم این چیزاشو، یعنی اوه چه جنسی و چه رنگ و چه سفید نیسته، یکم سفید مایل به کرمیه و کلا دو تا رنگ داشت. اگه مشکی میداشت من حتما مشکی میگرفتم ولی یه دونه این رنگو داشت یه دونه هم رنگ سرمه‌ای که من اینو انتخاب کردم و خیلی بهتره. یه پاور بانک 20000 میلی آمپریه، حدوداً اونجور که تو تبلیغاتش میگفتن 3-4 بار میتونه یه گوشی رو شارژ بکنه و اینی که اینجاست هم بندشه در واقع و هم کابلشه. علاوه بر اون اینجا 2 تا جا داره برای کابلای دیگه. تستش میکنم حتما هم تو یه ویدیوی دیگه در جریان میذارمتون که بدونید چطوره که واقعا اوکی هست این پاور بانک یا نه. آخرین چیز مونده، بریم سراغ آخریش که مورد علاقه ترین چیزه. این شاید ظاهرش براتون جذاب نباشه ولی باطنش خیلی جذابه، یعنی من عاشق این شدم وقتی دیدمش. من یه باز کنم سخت باز کردنش. من یه کوله پشتی خیلی جمع و جور و خفن میخواستم که بتونم مثلا وقتی جایی میرم یکم چیز میزام بذارم داخلش، از همین پاور بانک و نمیدونم ایرپاد و میکروفون اینا همه رو بتونم بذارم که اگه حداقل چیزایی که لازمه رو با خودم ببرم. و خیلی گشتم چیز مورد علاقه‌ام پیدا نمی‌کردم تا اینکه اینو دیدم. شاید الان خفن نباشه ولی وقتی بازش کنم باطنش رو خیلی خفنه. یکی این که اسم برندش هیماواریه و ژاپنیه این کیف، شاید باورتون نشه ولی آره یک کیف ژاپنیه و امیدوارم اورجینالش هم فرستاده باشه. حالا چک میکنم. یک کیف ژاپنیه که توی چین طبق معمول تولید میشه، مثل آیفونا که توی برای آمریکاست ولی تو چین تولید میشه و هزار تا چیز دیگه. حتی شاید باورتون نشه ریزر هم توی چین تولید میکنن جدیدن، نمیدونستم. و من چیزای ژاپنی خیلی دوست دارم، کلا عاشق چیزای ژاپنی ام و تا اینو دیدم عاشقش شدم و خوشبختانه رنگ مشکیش هم داشت که بیشتر عاشقش شدم و اومایگاد اینجا هم چیز میزای ژاپنی نوشته، نمیدونم مشخص بود یا نه. من یه کیف چی میگن بهشون، کیف دوشی نمیدونم چی میگن، یه کیف دارم که حالا اون از یه شرکت ایرانی خریدم که خیلی خوب کارش کرده بودن و جنسش کتان بود، دقیقاً هم همین سبکیه، حالا بعدا بهتون نشون میدم. و چیزی که تو این کیف توجهم جلب کرد اینه که اینم دقیقاً از همون جنسه. خب ببینم که چیا داره. توی تبلیغاتش گفته شده که زیپاش آهنی هن، دستای زیپش چرم واقعیه و
الان این ظاهر رو که میبینم با اونه که تو سایت دقیقا یکیه، ولی توی تبلیغ شلابرون گفته شده که این برند چی بود؟ هیماواری یادم میره. هیماواری. راستی هیماواری فکر کنم میشه آفتاب یا گل آفتاب گردونی، همچین چیزی به ژاپنی، دقیق نمیدونم. ولی آره توی تبلیغاش گفته بود که این برند هیماواری که میگیرید همه جاش درج شده اسم برند و اونجا میتونید بفهمید که واقعا اونی که میخواین رو گرفتین. و الان خودم بررسیش میکنم. هویج دوست خوب همیشگی من توی آنباکسا، کاملا گوگلی، بی خطر و این حرفا. ببینم که دستمو بریدم. خب بچه ها برگشتم و اینکه دستمو بریدم. هرچند این هویجم گوگلی و بامزه است، ولی پس گول گوگلی بودنشو نباید بخوریم. و اینکه خب برگردم سر صحبتی که میکردم. این آره گفته بود که همه جاش باید هک شده باشه هیماواری که بدونیم اصله، و حتی روزی پاش و چی برادران اروجلی به جز سفت شوخی کردم. باحال. راستین بچه این کیفه این حالت پاکتی باز میشه، بعد داخلش آهن کار شده که نیفته و خیلی سبکه، شاید باورتون نشه، و کلا 350 گرم کیفه. چرا این انتخاب کردم؟ چون کیفیتش خوب بود، ژاپنی بود، خیلی برام مهم بود، اندازش خیلی خوبه، نه کوچیکه نه بزرگه، و یه جیب خارجی داره. و چیزی که جالبه، یکی دوتا اوکی واقعی بود تبلیغش، 7 جیب داخلی داره که میتونید وقتی میندازید رو پشتتون مثلا توش گوشی ها یه جا و پاور بانک، میکروفون و کتاب، هر وسیله که میخواین رو یه جا بذارید. اون خیلی خوبه. خب بچه من که از کیفه خیلی خوشم اومد، واقعا دوستش داشتم و این بود از ویدیوی آنباکسم. مثل همیشه اسمم مکسه. مرسی از اینکه ویدیومو دیدین. تا ویدیوهای بعد، بای بای.